بانوی زیبارو، کوری بهشتی، سرکار خانم سیدنی سوینی به چه گیم و فیلمایی علاقه داره؟ سلام و درود، خوش اومدید به دیفورسیتین. موضوع ویدیو که از تامنیل مشخصه، فقط قبل از شروع لایک و ساب یادتون نره. ازتون وقتی نمیگیره ولی برای ما خیلی ارزش داره. معطلتون نمی‌کنم و بریم سراغ ویدیو. خانم سیدنی سوینی توی یه سری مصاحبه‌ها اسم 2 تا گیم آورده. اولیش که ظاهراً توی دوران کودکیش خیلی بازی کرده، The Simpsons Road Rage، یه بازی ریسینگ گوگلی که از رو انیمیشن سیمسونا ساختنش. سال 2001 برای PS2، ایکس باکس و گیم کیوب منتشر شد و سال 2003 ازش یه نسخه برای گیم بوی ادوانس اومد. دومیش هم که گفته بعضی وقت داره کنسول نینتندو دی اس بازی می‌کرده، سوپر ماریو بروزه، یا به عبارت دیگه نیو سوپر ماریو بروز. این با اون نسخه کلاسیک اولیه فرق داره. این بازی هم که سال 2006 به عنوان یه زیرمجموعه برای یه سری بزرگتر سوپر ماریو عرضه شده و نیاز به توضیح بیشتر نداره. توی فیلم‌های مورد علاقه‌اش برعکس بازیاش بانو ترسناک دوست داره. بیشتر ژانر وحشت روانشناختی یا سایکولوژیکال هارر. اکثرا هم توی اوایل دهه 70 تا 90 میلادی ساخته شدن. The Silence of the Lambs یا سکوت بره‌ها با کارگردانی جاناتان دمی. داستان در مورد یک کارآموز جوون FBI که دنبال یک قاتل زنجیره‌ایه. قاتل پوست قربانیاشو که از قضا زنان هستن میکنه. ماشاءالله سیدنی خانم. A Nightmare on Elm Street یا کابوسی در خیابان علم. یه فیلم اسلشر ماورا و طبیعی با کارگردانی وس کریون. داستان در مورد یه اکیپ بچه ساله که کروگر میخواد بکشتشون. حالا این کروگر کیه؟ یه قاتله که بعد مرگ به شکل ماورایی زنده شده و نوجوانا رو تو خوابشون میکشه. چرا؟ برای انتقام از ننه بابای این نوجوانا که زنده بدبخت و سوزوندن. هردیتری یا موروثی با کارگردانی آری استر. داستان یه خانواده عزاداره که بعد مرگ مادر بزرگ مرموزشون یه سری اتفاقای کیری تخمی براشون میفته. هالوئین 1978 با کارگردانی جان کارپنتر. داستان در مورد یه بیمار روانیه که وقتی بچه بوده تو شب هالوئین خواهرشو پخ میکنه. بعدم میفرستنش آسایشگاه روانی. اینم بعد 15 سال موفق میشه فرار کنه و فکر کنین یه همچین کسکشی تو سطح شهر آزاد بشه. خب چه اتفاق میفته؟ The Shining هم که نیاز به معرفی نداره. یه زمان میماش خیلی ترند بود. داستان فروپاشی روانی یه الکلی در حال ترک و یه نویسنده تازه کاره که به عنوان سرایدار یه هتل همراه همسر و بچهش به اونجا نقل مکان میکنن. روزماریز بیبی، یه تازه عروس باردار که به همسایه‌ها شک میکنه، با خودش میگه نکنه اینا نیت شومی برای من و فرزندم داشته باشن. آس 2019. داستان در مورد یه دختر و خانواده‌شه که مورد حمله یه سری همزاد خطرناک به اسم افسارزده ها قرار میگیرن. حقیقتا میترسون. دوستان مرسی از اینکه ویدیو رو تا اینجا دیدین. اگه خوشتون اومد برای حمایت از ما لایک و ساب یادتون نره. نظری، انتقادی، پیشنهادی، چیزی هم داشتین تو کامنت ها بذارین. میتونه خیلی بهمون کمک کنه. در آخرم حرف دیگه ای نمیمونه. تا ویدیوهای بعدی میبینمتون.